با مقصد شناسایی از وضع شرایط زنان در خواجگی‌های دهقانی ما راه دهه جوانی را پیش گرفتیم. در راه به دهه جوانی با این زن که نامش مفجگل است واخوردیم. از مفجگل پرسیدیم که او اعضای یگان خواجگی دهقانی است. او شوخی‌آمیز جواب داد: من اعضا نیستم لیکن شبش میزنم. ما هر برگرد رفتم برای جویک میگیریم. در یک برگرد تماما کار نکردیم. ای که جای پایه بودم اونجا میریم کار میکنیم. چوبک یگانه اگر رود کوریشان دارم کار میکنیم هیچ نمیبینیم. برای چور جویک پایش نمیگیرن. میگه که یا میگه می فرمر خدمانیم اویلاوی و کار میکنیم شما فقط برای پایش میکنیم. انا کاری کدگی ما را خونگی خودشون ده سهمدار کده میگردن. برای مهنت کرایه یا به قول مفجگل شبش خواجگیدار به مفجگل حق مهنت نداده است. این گونه زنان به مثل او بسیارند. میگوید مفجگل آنها یگان امتیاز ندارند. این همی 1005 من 4 تا دارم. یگان داشته یگان تیم ندیدم. گوهر پول یگان چقدر؟ یعنی نام نداریم در فرمی رو ای کجا گوهر پولیمون میته. نه 4 تا را کردم یگان تینی چرا دولت من ندیدم. ای خواجگی دهقانی. ها یگان چی ندیدم. این همی برای گفتم دو جیک پایش نمی گودکارا میگریونیم نه صدیق نه مزورای پرتوفتا میریم خونه دا میگریان چیکاری میکنیم برای دو جیک پایش کار میکنیم. با مفجگل خیر خوش نموده نزد این خواجگی دو رفتیم. این زمین ها به خواجگی دهقانی به نام مقیم تعلق دارند. عبدالستار توکلف راهبر این خواجگی است. در این خواجگی 18 نفر زنان کار میکنند. شرایط مهنت در روی کار این کاری موسمیه. در وقتی کاری موسمی حقشون میگیرن کار میکنن. شما مزد مهنت میتین؟ ها 100% میتین. تا امروز را یگان تین قرضدار نیستیم اعضای خواجگی دهقانی. کارگرو کرایه هم میگیرید؟ نه نداریم. اعضای خواجگی همین اساس در وقت چینش پخته سوم میگیرن. همون یگان بگونه نمیمونن. همین دوره چینش پخته خودشون میچینن. استروگا خودشون همین رعایت میکنن میچینن. اوقات گرمک در سر زمین همه تیار کرده. شما اعضای خواجگی دهقانی غیر معاش با چی میتین؟ غله میتین. عبدالستار میگوید که این خواجگی آنها خواجگی انفرادی است. همه نمودهای انداز را آنها سری وقت پرداخت مینمایند. لیکن اعضای خواجگی او مثلا زنان نمیتوانند برای تولد و نگهبانی فرزند پول گیرند. کودک اینا 2 سال زیاد شد حجت‌ها تیار کردگی در سبس خوان یگان چیز نیست. فقط وعده که امروز میشه پگاه میشه چی حجت گذاری است در سبس سپردگی. هم خواجگی ها انفرادی ندارن. همین کمک پولی گودک پولی نفقه پولی طریق پول نیست. مودا هست نمیتونم نالوگ به اعتبار نمیگیرم چیزای دودگیر اگر مو میتین. شما حفظ اجتماعی را همش میتین؟ ها سوما نخته میسپریم. سر هر اعضای 10 سومانی میسپریم. وقتی که ورقه کارنوشوی میگیرن برای بلوتین یورا یگان جا بینوبت نمیگیره. نه سبس بینوبت میگیره. سبس بینوبت گرفتگی دل تیار کردگی هم مبلغایی که معین کردگن دودگی نیستن تا امروز. ترسنوی فیض و اعضای خواجگی دهقانی به نام مقیم می باشد. او بعد تولد فرزند به رخصتی برآمده است. کودکش 1.5 ساله می شود. تا حال از دولت پول نگرفته است. نه نگرفتم ولی هم بلوتین دست نگرفتم. بلوتین دست بلوتین نوشتین؟ ها سپردگی هم همشه هستم. چند سال شد؟ نه بچه‌م نمیخواد. 1.5 ساله شد نه بچه‌م. پول نگرفته؟ نه نگرفتم. بعد یگان جو داو کردین؟ نه اینجا دارم برگرد از اون میرسم میگیم تموم. ها نگرفتیم دیگه. زبانی سور جبالیوا رئیس کمیته اتفاق کسبه خواجگی های دهقانی در جماعت دهقانی به نام عبدی عوضفی ناحیه واسه می باشد. مشکلات زنهای اعضایان خواجگی های دهقانی را او خوبتر میداند. در جماعت ما زیاده از 4,000 زنها به کار سحر برآمدگی کار کردیسن. از اون جمله زنهایی هستند که در یگون مثال خواجگی در یگون زمین‌های خواجگیدار کار کردن نمیتونن. وقتی کمی کار میبرن کرایه کار میکنن و در وقتی پنسه برآمدن در وقتی ورقه بیماری وقتی که کودک تولد میکنن بود که تا 1.5 ساله کودکشون تربیت کنن مبلغ نمیتونن. خیلی موندگی انده دیگه که یگون جای کاری معین نیسته. زنهایی هستن که بیکار گشته سهمدار نیستن. زنهایی هستن که ما زنها را میگیم که مثلا اپ و خواهر رو شما همتون دفترچه مهنتی بگیرین
در وقتی همین پنسه برآمدن تو کار می زن‌های هستن میگیم که خیلی نرفتین بلوتین میگیم ورقه بیماری بگیرین که همین کارتون میگه که ایمو خیلی امیده در پایش هم میگیریم. بس زن‌های هستن که ما میگیم در وقتش میگیم که خیلی بیان شرنامه کنیم، شرنامه کلکتیوی کنیم. خواجگی دهقان را بسیارش میگه که شرنامه مثال به کلا نمیگیرن. خیلی بسیار مشکلیه نسبت زن‌ها. овозае ки гӯё имсол фермерҳо аз истифодаи қувваи кироя даст мекашанд мавҷигулро ба ташвиш овардааст. аз ҳамон 4 дарза ғӯзапаяе ки ӯ ба даст меовард аз он ҳам бенасиб мемонад.